مدیرعامل تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک از تولید علوفه هیدروپونیک با صرفه‌جویی 99% مصرف آب خبر داد. به گفته سید مهداد هاشمیان، این سامانه با طراحی منحصر به فردی که دارد، همچنین باعث کاهش تلفات بذر، صرفه‌جویی در سطح زیر کشت و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود. سید مهدی جعفری: 7 سینی شاید بهترین معادل فارسی برای واژه هیدروپونیک باشد. روشی تازه در تولید علوفه که در آن از خاک استفاده نمی شود و گیاه با آب رشد می کند. چنین شیوه‌ای را البته ایرانیان هزاران سال است که در سفره‌های 7 سین خود به کار می‌گیرند و سفره‌های عید خود را با سبزه‌هایی که در ظرف‌های کوچک آبی روییدند زینت می‌بخشند. حالا بعد از کشورهایی چون هند و برزیل و ترکیه که با مزارع هیدروپونیک خود دامپروری خود را هم رونق دادند، در ایران سید مهداد هاشمیان از تولید علوفه هیدروپونیک با صرفه‌جویی 99% مصرف آب خبر می‌دهد. روش علوفه هیدروپونیک در واقع روش ایرکشت هست، یعنی ریشه غرقابه در آب نیست. آبیاری میشه، آبیاریش در شیب قرار میگیره، جمع آوری میشه و دوباره آبیاری میشه. یه دستگاهی هست 3 متر در 12 متر به ارتفاع 3 متر که در یه همچین فضای 1 تن علوفه در روز بعد از 1 هفته هر روز خواهیم داشت. به گفته هاشمیان، علوفه‌ای که با شیوه هیدروپونیک تولید می شود دورریز ندارد و حتی ریشه های آن نیز قابل استفاده است. محسنه که داره اینکه ریشه و ساقه این علوفه هم خوراک میشه. از لحاظ ارزش غذایی هم 3 برابر ارزش غذایی یونجه است، هم از لحاظ پروتئین هم از لحاظ انرژی. به گفته او هزینه تولید شیوه هیدروپونیک 1/3 شیوه سنتی است. با قیمت مثلا بذر کیلویی 440 تومان، یه چیز حدود مثلا 87 تومان در میاد. با مثلا جو کیلویی مثلا 700 تومان، یه چیز حدود 125 تومان در میاد. در صورتی که الان یونجه تازه روی زمین 347 تومان 9 ریال در میاد. علوفه هیدروپونیکی نه جای زیادی میخواهد نه زمان زیادی برای تولید. به همین دلیل نه نیازی به انبارداری دارد و نه نیازی به حمل و نقل. این روش علوفه هیدروپونیک میتونه در تمام فصول سال، زمستون، تابستون، در همون منطقه‌ای که دام هست قرار بگیره و تولید علوفه بشه و دیگه لازم نیست مثلا در زمستون هم ما دام را هزینه داشت بدیم. شما هر وقت دامتون احساس میکنین میتونه خوراک بیشتری بخوره، پیش بینی میکنین، چون یه هفته‌ای به ثمر میشینه، در واقع علوفه قابل خوراک ایجاد میکنه. بنابراین شما میتونین خیلی خوب پیش بینی کنین این شکلی هزینه‌های انبارداریتون بسیار کم خواهد شد. مدیر عامل تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک معتقد است شیوه جدید جوانان تحصیل کرده را نیز میتواند با کشاورزی آشتی دهد. ببینید ممکنه وقتی شما بحث کشاورزی سنگین روی زمین دارین، نیروهای جوان و حتی مهندسین حاضر نشن وارد کشاورزی سنگین روی زمین بشن. ولی وقتی کشاورزی به این شکل تمیز میشه، حتی مهندسین هم راغب میشن که کار کارگری انجام بدن، چون کار کارگری سنگین نیست، سبکه و چون هر روز رشد را به چشمتون میبینین باعث ترغیب تولید کننده میشه. هاشمیان میگوید با توجه به بحران آب چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های نوین در کشت نیست. بحث اینه که وقتی تو دنیا در خیلی جای دنیا داره انجام میشه، چی شرایط پیش رفته، از جمله استرالیا یا همین برزیل که ما داریم ازش گوشت وارد میکنیم، یکی از روش‌های تولید دامش همین تولید علوفه است. از ذرت علوفه تولید میکنن به دامش میدن و ما میریم گوشت از برزیل میخریم وارد کشور میکنیم. خب این گوشت میتونیم همینجا داخل کشور تولید کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، نیروهایی که حالا خلاصه آماده اشتغالن شغل براشون ایجاد کنیم. محصولات 7 سینی یا هیدروپونیکی هرچه هست دیر یا زود رو نخواهند گرفت، اما جای مدل‌های کوچک خانگی این دستگاه‌ها خالی است. دستگاه‌هایی که می‌توانند سبزیجات مورد مصرف خانه‌های آپارتمانی را در فضایی بسیار کوچک تامین کنند و خانواده‌ها را از خرید سبزیجاتی که گهگاه خبر آبیاری آنها با فاضلاب شهری منتشر می‌شود بی‌نیاز سازند. پیک بامدادی هر روز بجز روزهای تعطیل.